سلام آقا، امروز اومدیم ببینیم آقا رنگ اصلی خورشید چه رنگیه. میگن زرد نیست، بریم ببینیم. خورشید دارای دمای سطحی حدود 600 درجه سلسیوس است. در این دما طیف الکترومغناطیسی تابیده شده از خورشید شامل همه باندهای مرئی و فرابنفش و فروسرخ می شود. بیشتر مقدار انرژی در باند طول موج زرد و سبز روشن قرار دارد. در این امر قانون تابش جسم سیاه است که نشان میدهد بیشترین تابش در این از همین باندها خواهد بود. باند یعنی خطها. هنگامی که این نور به چشم ما میرسد، چشم ما به طوری تنظیم شده که نور رو زرد و سفید میبینه. پس خورشید به نظر ما سفید یا زرد میآید، اما طیف سنجی نشان میدهد که این نوری که هستش ما میبینیم نه، نورش زرد و سبزه. بنابراین رنگ اصلی خورشید که بر اساس طیف تابش آن تعریف می‌شود زرد و سبز روشن است. جالب نبود؟ پس منو سابسکرایب کن اگه جالب نبود. جالب بود.